امروز می‌خوایم درباره هوک یا همون قلاب ویدیو صحبت کنیم. اگه می‌خوای ویدیوهات بیشتر دیده بشن، باید روی جذاب‌تر کردن هوکات وقت بذاری. ببین، من تا حالا هزاران ویدیو رو بررسی کردم. اگه هوکای تو جواب نمیدن، احتمالاً داری یکی از این 4 تا اشتباه انجام میدی که اگه حلشون کنی، بازیت سریعاً منفجر میشه. پس تو این ویدیو قراره هر 4 تا اشتباه با هم موشکافی کنیم. خب، من مهدی انصاری هستم. ویدیوام میلیون‌ها بار دیده شدن و تولید محتوا تنها کاری که صبح تا شب دارم انجامش میدم. قبل از اینکه بریم سراغ اون 4 تا اشتباه، بیا سریع بررسی کنیم که هوک برنده اصلا چه شکلیه. فهمیدن همین یه نکته کارتو خیلی راحت‌تر میکنه. هوک‌ها کلاً یه وظیفه دارن، مخاطب و متقاعد میکنن که بمونه و بقیه ویدیو رو ببینه. هوک باید کاری کنه که مخاطب دیگه اسکرول نکنه و سر جاش میخکوب بشه، به همین سادگی. حالا برای جذب و نگه داشتن مخاطب، هوک تو باید فقط 2 تا چیز داشته باشه: 1 شفافیت و 2 کنجکاوی. شفافیت یعنی مخاطب تو همون ثانیه‌های اول دقیقاً بفهمه ویدیو درباره چیه، و کنجکاوی هم یعنی مخاطب حس کنه این ویدیو دقیقاً برای خودش و قراره چیز با ارزشی بهش یاد بدی و حسابی کنجکاو بشه که تا آخر ویدیو رو ببینه. پس تنها وظیفه هوک رسوندن همین 2 تا پیامه. اگه این 2 تا کارو بکنی، بازی و بردی و بهت قول میدم مخاطبت قلاب میشه. حالا سوال اصلی اینه: چطور مطمئن بشم که هر بار یه هوک مینویسم هم شفافه و هم کنجکاو کننده؟ اینجاست که سر و کله اون 4 تا اشتباه وحشتناک پیدا میشه. خب، اشتباه اول اسمش تأخیره. خبر خوبم اینه که خیلی راحت حل میشه. منظورم از تأخیر اینه که خیلی لفتش میدی تا به مخاطبت بگی که ویدیو درباره چیه. فرض کن متنت 13 خط و تازه تو خط سوم داری موضوعتو میگی. این یعنی تأخیر، چون اون 2 خط اول فقط حرف اضافه و حاشیه است و حالا باید تو اون 2 خط اولو کلا حذف کنی و خط سوم بیاری همون خط اول. اینجوری موضوع ویدیو تو همون 1 تا 2 ثانیه اول گفته میشه. من به این کار میگم بالا بردن سرعت رسیدن به ارزش. یعنی تو باید زمان رسیدن مخاطب به اصل مطلب رو کم کنی. حالا بذار یه مثال از یه تأخیر بد بزنم. فرض کن ویدیو تو اینجوری شروع می‌کنی: بچه‌ها، این عجیب ترین چیزیه که تا حالا دیدم و اگه شما هم ببینید عمرن باورتون بشه. ببین، خیلی‌ها وقتی تازه کارن از این مدل هوکا استفاده میکنن. شاید تو نگاه اول خوب به نظر برسه، ولی مشکل اینجاست که این جمله 0% اطلاعات به مخاطب تو میده. چرا؟ چون اون چیز عجیب میتونه هر چیزی باشه. پس مخاطب نمیتونه تصمیم بگیره که آیا ارزش داره وقتشو با ویدیو تو بذاره یا نه. پس هر 1 ثانیه‌ای که بگذره و تو نگی ویدیو درباره چیه، بخش عظیمی از مخاطبات میپرن. پس جمع‌بندی میکنیم. مشکل اول اسمش تأخیر بود. راه حلش اینه که سریع بری سر اصل مطلب. تو همون جمله اول با کمترین کلمات به مخاطبت بگو داستان چیه تا تصمیم بگیره که بمونه تا آخر ویدیو ببینه. حالا یه مثال خوب از هوکی که تأخیر نداره برات میزنم. اینجا 3 راه ساده برای سلامت رودات بهت یاد میدم. دقت کن، وقتی این هوکو میشنویم دقیقاً میدونیم ویدیو درباره چی قراره صحبت کنه، به خاطر همون میمونیم تو ویدیو تا آخرش میبینیم. خب، اشتباه دوم اسمش سردرگمیه. منظور من از سردرگمی اینه که مخاطب تو اصلا نمیفهمه داری چی میگی. تو این مرحله تو مشکل تأخیر رو حل کردی و سریع رفتی سراغ اصل مطلب، اما کلماتی که به کار میبری یا اون جمله بندیات اونقدر گنگن که مخاطبو گیج میکنن. و چرا این بده؟ چون اگه مخاطب نتونه بفهمه ویدیوی تو به دردش میخوره یا نه، بیخیال میشه و اسکرول میکنه. بذار مثال بزنم تا منظورم از این سردرگمی بهتر بفهمی. فرض کن اینطوری شروع کنی ریلیزتو: این آدما یه امپراتوری 30 میلیون دلاری ساختن و پول آنلاینی که درآوردن خیلی سخته، مگه اینکه مثل اونا عادت ژورنال نویسی روزانه داشته باشی. می‌بینی چقدر سنگین و گیج کننده است؟ اگه اینو بشنوی یه جورایی حدس میزنی که ویدیو راجع به کسب و کار آنلاینه، ولی مغزت باید کلی انرژی بذاره تا این تیکا رو به هم وصل کنه، اونم فقط به خاطر یه جمله بندی بد. حالا بیا همون ایده رو اینطوری بگیم: این آدما یه امپراتوری 30 میلیون دلاری ساختن و رازشون فقط یه عادت عجیب خاطره نویسی بود. دیدی چقدر راحت‌تر شد فقط با یه تغییر کوچیک توی کلمات. اینطوری مخاطب سریعتر پیامتو متوجه میشه. حالا 2 تا راهکار سریع بهت میگم که سردرگمی هوکاتو به 0 برسونی. اولیش اینه که هوکتو بدی به چت جی پی تی و این پرامپت رو بنویسی: من یه هوک برای ویدیوم نوشتم، میخوام معنیش دقیقاً همین بمونه، اما جوری بازنویسیش کن که بچه کلاس 6 هم راحت بفهمتش و هیچ ابهامی توش نباشه و قابل فهم و ساده و روون باشه. هوش مصنوعی خودش بهترین نسخه رو بهت میده. نکته دوم برای تضمین شفافیت اینه که وقتی اون 1-2 جمله هوکتو میخونی، از خودت بپرسی: آیا ممکنه مخاطب منظور منو اشتباه متوجه بشه؟ آیا میشه از این جمله‌ای که من گفتم 2 تا برداشت متفاوت کرد؟ اگه جوابت بله است، حتما بازنویسیش کن. قبل از اینکه بریم سراغ 2 تا اشتباه آخر که واقعا از خطرناک‌ترین اشتباه هم هستن، بذار یه چیزی رو بهت بگم. اگه الان داری ویدیو میسازی ولی ویو نمیگیری، مشکل از الگوریتم اینستاگرام نیست، از ساختار محتوای توئه. ما تو آژانس تولید محتوامون دقیقاً همین ساختار رو برای پیجای کسب و کار پیاده می‌کنیم و نتیجهش میشه رشد چند برابری ویو و ورودی مشتری شما. اگه می‌خواید پیج اینستاگرامتون رو بالا بیارید و نیاز به خدمات ادمینی دارید، همین الان توی واتساپ کلمه قیمت رو برای من ارسال کنید تا من شرایط همکاری و قیمت خدماتمون رو دقیق براتون بفرستم. خب، بریم سراغ اشتباه سوم، یعنی بی ربط بودن. تا اینجا تو مشکل تأخیر و سردرگمی رو حل کردی، یعنی مخاطب سریع و واضح فهمیده موضوع چیه. اما مشکل سوم اینه که مخاطب با خودش میگه: خب که چی؟ این ویدیو اصلا به چه درد من میخوره؟ برای حل این مشکل 2 تا راه ساده داری. راه اول اینه که توی هوکا به جای کلمه من از کلمه تو یا شما استفاده کنی. خیلی‌ها میان میگن: من کل زندگیم با جوش صورت درگیر بودم. مشکل این هوک اینه که مخاطب با خودش میگه: خب به من چه؟ مشکل توئه. اگه مخاطب تو نتونه باهات همزاد
پنداری کنه حتما ویدیو تو رد میکنه. پس راه حل چیه؟ کافیه بگی تو، یعنی به جای اینکه بگی من کل زندگیم درگیر فلان مشکل بودم، بگو اگه تو هم کل زندگیت با این مشکل درگیر بودی این کارو انجام بده. وقتی اینطوری میگی مخاطب حس میکنه داری مستقیم با خودش حرف میزنی و حتما پای ویدیوت میمونه. حالا راه حل دوم برای حل مشکل بی ربط بودن اینه که دست بذاری روی نیاز مخاطب. ببین ما دو مدل ویدیو داریم، یک سرگرمی و دو آموزشی. هر دوی اینا قراره یه درد یا نیازی رو از مخاطب برطرف کنن. اگه میخوای هوکت جذاب‌تر بشه فقط کافیه دست بذاری رو دردی که مخاطب از قبل اون دردو داره تا بعدش راه حل تو بهش بگی. ببین برای مثال فرق این دو تا هوکو ببین. اولی میگه که این سه تا ترند جدید مراقبت از پوسته و دومی میگه اگه با جوش صورت درگیری این سه تا کارو حتما امتحان کن. ببین دونستن ترندا یه چیز دلخواهه ولی درمان جوش صورت یه نیازه. پس اگه هوکتو روی نقطه درد بنا کنی و توش از کلمه تو استفاده کنی ویدیوت به شدت برای مخاطب شخصی سازی میشه و حتما میخوبش میکنه. میرسیم به اشتباه چهارم و آخر، یعنی کسل کننده بودن. اینجا دقیقاً همون جایی که خیلی‌ها توش گیر میکنن. تو این مرحله موضوع واضحه، مخاطبم میدونه ویدیو به دردش میخوره اما هوک اونقدی جذاب نیست که مخاطبو نگهش داره. اینجا مشکل کمبود کنجکاویه. پس کاری که باید بکنی ایجاد یه حلقه کنجکاویه. حالا حلقه کنجکاوی یعنی چی؟ یعنی وقتی مخاطب ویدیو تو میبینه تو ذهنش یه سوال ایجاد بشه و تو بعدش جوابشو بدی اما همون جواب تو یه سوال جدید براش بسازه و این چرخه همونطور ادامه پیدا کنه. حالا چطور این حلقه رو بسازیم؟ رازش اینه که توی هوکات از تضاد یا مقایسه استفاده کنی. تضاد یعنی فاصله بین باور فعلی مخاطب و راهکار جدیدی که تو بهش میگی. مثلا وقتی من میگم این ترفند تو 45 دقیقه و بدون عوارض تمام جوشاتو میبره، دارم تو ذهنت یه مقایسه میسازم بین 6 ماه مصرف داروی پر عوارض در مقابل 45 دقیقه بدون عارضه. این فاصله بین دو تا روش میشه همون تضادی که من گفتم. این کار باعث میشه گزینه جدید دردی رو که با روش‌های قدیمی حل نشده بود و فعال کنه و مخاطبتو به شدت کنجکاو میکنه. ساده‌تر بگم قضیه مقایسه روش A با روش B. A همون چیزیه که اونا از قبل میدونن و B جایگزینیه که تو پیشنهاد میدی و قرار مشکلشون رو سریعتر و بهتر و ارزونتر حل کنه. اگه بتونی این تضاد خوب در بیاری راز داستان سرایی و جلب توجه یاد گرفتی. خب دوستان اینم از ویدیو امروز. پس چی شد؟ ما 4 تا اشتباه اصلی تو هوکا رو بررسی کردیم. 1 تأخیر، 2 سردرگمی، 3 بی ربط بودن و 4 کسل کننده بودن. مثل همیشه اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما برام کامنت بذارید. من همه کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. و در ضمن تیم ما خدمات ادمینی و تولید محتوای پیج شما رو میتونه 0 تا 100 انجام بده. برای استعلام قیمت خدمات ادمینی ما هم فقط کافیه کلمه قیمت رو به این شماره واتساپ ارسال کنید تا قیمت و شرایط همکاری رو براتون بفرستم. تا ویدیو بعد میبینمتون.